حالا گرچه نشه آقا. بله خوشم. آره داش مدارکاش همه چی موجوده. شما اگه واقعا قصدت خرید ما آدرس رو میفرستم بیا با هم کنار میایم. امی داش کاری چیزی نداره من دارم میام. قربونت خداحافظ. نه عزیزی برو به سلامت. فقط این مسجد سرکوچی که هماهنگ کردی. آره هماهنگ کردم. باش دمت گرم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوشم. دستم در نکن. اینا سیر شدن رفتن ما خالی تر شدیم. کجایی بابا که ببینی اونای سالی یه بار یادت نمی‌کردن چطور واسه خاک سپاریت اومدن خوردن و رفتن. واسه خودمون تا حالا همچین سفره‌ای نچیده بودیم. فکر می‌کنی الان بابا راضیه وقتی می‌بینه ما رو تو این وضعیت که با قرض این سفره رو پهن کردی؟ به امام حسین اگه باشه. دیگه یک قرون ته جیبم نمونده بابا هر چی داشتم رفت بابت کفن و دفن و نهار. همینجوری ادامه داشته باشه من مجبورم 3 شیفت کار کنم فقط پول طلبکارا رو بدم. منم تای حقوقم رفتم چای و خرما گرفتم. دیگه واسه قند مجبور شدم برم پیش حبیب سر کوچه قرضی بگیرم. تازه اونم میگفت باباتون از 3 ماه پیش اینجا طلب داره. خدا بیامرز قرضی زنده بود دیگه. کاش اینا میفهمیدن. کاش اینا میفهمیدن ما نداریم نیایم واسه نار. حالا سهممون میگذرونیم. هفتمو چی؟ چرا باید خرج یادم مردی از یادمون زنده بیشتر باشه؟ به قرآن اینقدری دارم سعیدو میزنم فقط واسه خاطر حفظ آبروی پدرمونا. والله از این فامیلا هیچ خیری ندیدم. درد بی پولی از داغ عزیزتم کنده تره. من الان بیشتر جوش خرج مراسمای بابا رو میزنم تا داغ بابا رو. مراسم بخوره تو سرمون. ما آمار گرفتم ساده ترین و آشغال ترین سنگ قبل سر از 10-15 میلیون در میاره. درد من اینه که اگه یکی خواست بره سر قبرش یه فاتحه مفتی بخونه بتونه پیداش کنه. میگی چیکار کنیم؟ مجبوریم خرج کنیم دیگه. بابا آدم نمونده من ازش قرض نکرده باشم. قرضم حدی داره دیگه. باید به فکر پس دادنش هم باشیم یا نه؟ موتور رو گذاشتم واسه فروش، یه مشتری هم پاشه. میفروشمش دستمون باز سر میشه. سری زیر پامونه. سرمایه‌مونه. چرا اینو به من میگی؟ برو به اینایی بگو که اومدن خوردن رفتن اما یکیشون نیومد بگه شما تنهایین. یکیشون نیومد بگه شما داغ پدر دیدین، حالتون خوب نیست، کاری داشتین بگی من انجام میدم. تسلیت میگم غم آخرتون باشه. همین. اینو که یه بچه 5 ساله هم بلده بگه. آقا ابوالفضل من دیگه دارم میرم. بچه‌ها از مدرسه اومدن گرسنه شدن. قرصای مامانتون هم سر وقت بدین که حالش بدتر نشه. دست شما در نکنه ان شاءالله تو شادیات جبران کنه. بازم تسلیت میگم ان شاءالله غم آخرتون باشه. ببین کارمون به کجا رسیده که باید زن همسایه حواسش به مادرمون باشه. خدا مرام این زن از کل طایفمون بیشتره. از صبح کمک دستمون بود ولی لب به غذا نزد. الو. آره داش من هستم. شما کجاین الان؟ بیا کوچه شماره 6.